امروز صبح وقتی ما از خانه برآمدم هر کسی که مرا میدید میگفت چی که ترکیه نرفتی؟ همین گپ بود شده بود. همونطور که میگیم ما. ابراهیم جان چی که ترکیه نرفتی؟ والا ترکیه خب امیدی فعلا در این شرایط رفتنش بود. چی گپ بود میدان هوایی؟ والا زدن و کندن بود فهمیدی. ناق رفتیم مردم ناق آوازه انداخته بود که ترکیه میبره مردم فهمیدی. برای از این مردم ها من گفتنی دارم خب که ناق آوازه ناندازه مردم آزاری نکنه. می یک مردم آزاری است. به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان و خیر. خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشید. و یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. دوستا قسمی که شما در جریان هستین دیروز یک شایعه پخش شد از طرف بس از هموطنان عزیز ما که گویا طیاره های ترکیه آمده در میدان هوایی و مردم را به ترکیه انتقال میدن و شب یک تعداد کثیر از هموطنان عزیز ما هجوم بردن به میدان هوایی ولی متاسفانه چون یک شایعه بود هیچ کسی رفتن نتونست. ما هم امروز سوژه برنامه ما را روی همی گرفتیم خواستیم بیایم نظریات مردم را پرسان بکنیم در مورد از شایعات که چقدر مردم باور میکنن چرا باور میکنن و گفتنی مردم برای کسایی که شب پشت میدان هوایی رفته بودن چی هست. ما را همراهی کنید دوستان. سلام بیادر خوب هستی؟ خوب هستی بیادر خیر خیرت تشکر سلامت باشی. نامت چی است رفیق؟ نامم احسان الله حسین خیل. احسان الله کجا بودی رفیق؟ رفته بودیم میخواستیم ترکیه بریم میدان هوایی رفته بودیم. میدان هوایی رفته بودیم. این دوستا اصل نفر گیر کردیم. امروز هم میخواستیم در رابطه با یک گزارش ثبت کنیم بر دوستای ما. یکی از رفیقایی که رفته بود میدان هوایی چی گپ بود میدان هوایی؟ والا زدن و کندن بود فهمیدی. ناق رفتیم مردم ناق آوازه انداخته بود که ترکیه میبره مردم فهمیدی. شاو ناق دی جویا و چیزا آتش کرده بودیم که تو باش خود گرم کنیم میخواستیم ترکیه بریم. باز اونجا که رفتین دیگه خبر غلط بود. دروغ بود کاملا دروغ بود. از کجا خبر شدی خودت کم تو یک موضوع است؟ از ما یک رفیقم زنگ زد چی میگه تو مردم رو میبره ترکیه فهمیدی. باز خود انداختیم دیگه شام بود طرفای شام بود که رفتیم اونجا تا چند بجه شب باز بود اونجا؟ تا 11 بجه بود تا 12. و رفیقت خودش آمده بود باز؟ نه خودش نامده بود نامرد. یک کار کرد در جان تو زد چل گفت بیا که بریم باز خودش هم نامد تو را فریب داد. داخل میدان هم رفته بودین یا از بیرون میدان؟ بعضی از دوستان میگن که داخل میدان حتی رفته بودن. واقعیت داره؟ نه واقعیت نداره هیچ واقعیت نداره فهمیدی؟ همین کسایی که همین شایعه را پخش میکنن همون خبرهای دروغ مردم ناق سرگردان میسازن نه؟ مثل دیروز خودت سرگردان ساختن رفتی دی هوای سر دی برف تا نصف شو جماندی گفته که در جای آتش کردیم. گفتنی برای این مردم ها چی هست؟ برای از این مردم ها من گفتنی دارم خب که ناق آوازه ناندازه مردم آزاری نکنه. می یک مردم آزاری است که مرا تا اونجا را سرگردان کرد. خدا نخواسته یک چیزی حادثه میشد فهمیدی. این کشور هیچ کشورهای بیگانه نمیخواد که آرام باشه. اونجا مردم جمع میشد از بالا میزد فهمیدی. اینمی یک مردم آزاری است. برش همین پیغام دارم که دیگه این کارا را نکنه. کار خیلی بده است. خیلی بده است. به نظر خودت یکی از شخصایی هستی که رفتی اونجا. اینمی که مردم وقتی خبر در حالی که دروغ هم بود شنیدن هجوم آوردن پشت سر میدان هوایی. به نظر دلیلش چی است اینا؟ چوری کار کردن رفتن؟ دلیلش چی است که بیکاری است مجبور است مردم که یک راه باز باشه مردم بره فهمیدی. یا اینجا برای هیچ کشور ضرورت نیست که ما بریم که اینجا کار باشه. هیچ کشور این مردم نمیره. این از غربت و گفا دیگه مردم یعنی تمامش از مجبوریت شما دیگه از بس که بیکاری خسته شدین بالاخره به ایش هم باور کردین رفتین. مجبور است مردم که بره دیگه که معمولی یک خبر اینا بگه مردم میره دیگه. خیلی ممنون سلامت باشی. زنده باش خیر. خوش برت میخوایم امیدوار هستم که دیگه به این شایعات باور نکنی خودت سرگردان نکنی. سلامت باش خیر ببینید. سلامت باشین. خب دوستا بیاین نظر دیگه دوستان هم پرسان بکنیم ببینیم کسایی که اونجا رفتن البته اگر یک نفر دیگر هم پیدا بکنیم که قصه های از اونجا داشته باشن خیلی خوش میشیم. ما رو همراهی کنین دوستا. سلام بیادر. سلام خوب هستی بابا خیر. تشکر سلامت باشین. شما خوب هستید؟ سلامت باشید. نامت چی است رفیق؟ نام ابراهیم. ابراهیم جان چی کردی ترکیه نرفتی؟ والا ترکیه خب امیدی فعلا در این شرایط رفتنش بود. دیروز شاید در جریان باشید دیروز یک شایعه پخش شد از طرف بعضی از هموطنان عزیز ما که گویا طیاره ها در میدان هوایی آمده مردم را به ترکیه میره و یک تعداد از کثیر هموطنان ما رفتن پشت میدان هوایی. آگاه هستی از این موضوع؟ والا آگاه هست ما بله. البته شما ببینید باشه یکی از دوستای من میدان هوایی کار میکنم. من شب خودم بر زنگ زده بودم
پرسانش کردم گفت برادر این تایرای است که کلش به خاطر کمکی که در ترکیه میشه این تایرا اومده که از اینجا کمک‌ها را ببره. اینه که فهمیدیم مردم رو ببره دیگه. مردم ما همون قدر است خدا جان دیگه خودشان بفهمانشان که این مردم دیگه فقط به میرای پای و گریز انداختن که چی وقت بتانیم از اینجا فهمیدیم فرار کنیم. ولی نه از مردم خدا می تقاضا رو داریم که در وسوسه مردم نرن، در گپ مردم نرن دیگه، تا که خود یک کشور خودش اعلان نکنه که من همچی یک کار را میپذیرم دیگه چطور امکان داره که فهمیدی طیاره مفت کلزی بیاره و ترازی فهمیدی ترکیه ببره. اگر خودت دوستت زنگ نمیزدی به این شاید باور میکردی میرفتی اونجا؟ والا نه، با ما زیاد نفرها زنگ زدن که بیا که در میدان مردم جمع شده و مردم رفتنی است و اما معامله سابقش یادم اومد یک سال پیش که گفتم خب قدر مردم کجا رفته بودن اونا در کدام سویه در کدام سند رسیدن که فهمیدیم ما شما در اونجا برسیم. نه اصلا نه، تو کدام نظریه نداشتم، فقط یک زنگ زدم یک معلومات گرفتم دربارش که همی چطور گپ است. بازو دوستم گفت که نه فقط تنها به خاطر کمک ها اومده. ما در اول برات گفتم ترکیه نرفتی به این خاطر گفتم امروز صبح وقتی ما از خانه برآمدم هر کسی مرا میدید میگفت چی که ترکیه نرفتی. همین گپ بود شده بود. همونطور که میگی ما صبحکی مدام منطقه ما فهمید یک دکانک دارم، صبحکی رفتم دکان آواز میکردم دوستا و رفیقا فهمید هر کدامشون مسائل میکنه میگه بچه تو خود زیاد خارج هستی تو ترکیه نرفتی. ما از ترکیه رفتن که آسان میبود حالا کل افغانستان رو تموم افغانستان میرفت. نفوذ که روان که چی شد خیر بود. به نظر خودت اینمی هجوم بردن شب مردم به میدان هوایی از روی چی است؟ چرا مردم اینقدر علاقمند از این هستند که وطن را ترک بکنن و برن مهاجر شوند؟ والا ما دلیل اصلیش که واقعیت از مو دل بگویم شاید مردم بیشترش از حساب فقر و بیچارگی و ناداری و بیکاری که ندارن میگن که با اگه شوه که ما یک جای دیگه خدا برسانم و بعدا از این طریق بتونم با اولاد خود و فامیل خود یک نفقه پیدا کنم. شاید دلیل عمده مردم همی باشه. ولی بعضی ها هستن که فهمیدی فقط در مشاهات که میشنون یا گپ که میشنون میگه دیگه حالا دیگه بیادر برد ما را بیادر که مردم که امریکا برد ما هم که تشکات ترکیه برد، در حالی که کدام گپ نیست. پیامت حرفت گفتنید برای کسایی که همی شایعات را میشنون و زود باور میکنن گفتنیتان برشان چی است؟ اصلا ایتو شایعات که همیشه وقت میشنون تا که از اینکه از طرف دولت کدام مربوطه دولت کدام چیزی نشنون اصلا در نظر من فکر نکنم که تو مردم باید همچی یک چیز تصمیم بگیرن. دیگه وطنتون اگر آرام بود اگر میتونین که در فرض مثال چیزی به خود درآمد کده بتونین و اگر احیانا میخواین که کدام جای برینم بتونین به طور قانونی یک جای برین، نه دولت خودت غرضت میگیره نه دولت همون ملک غرضت میگیره، آزاد میتونی که یک جای بری اگر کار میکنی اگر فرض مثال به سیاحت میری و همچنین. و مردمی که بیادر در شهادت ناک میرن که بیادر مردم میگن که والا این فلانه جای حالا مردم میبره و بیادر مردم در پشت این کلش یک وسوسه ناک است که در دل یک انسان میگرده که والا این فلانی رفت و من نرفتم. اصلا ما از مردم خودم هم تقاضا را دارم که دم تو شاهد نرن، دم گپ مردم نرن. هر وقت که خودشان بالای خود باور داشتن دیدن که والا یک بیادرم یا از عضو فامیلم کس رفته باز اون وقت میتونه که همی اقدام بکنه بگه بیا والا فلانی که رفت مام باید اول معلومات تکمیل کنن بعد از اقدام کنن. خیلی ممنون، سلامت باشید. وقت خوب خوش بردام آرام باشید. سلامت باشید. تشکر. خب دوستان نظرات خیلی خوبی داشتن دوست عزیز ما. واقعا دوستا همیشه وقت کوشش بکنیم باید با شایعات بازی نخوریم تا اینکه سرگردان نشیم. سلام بیادر، خوب هستین؟ علیکم سلام، تشکر. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. نامک مقبولتان چیه؟ باشین است. ما شایب است، باشنده کابل. شایب جان چی مصروفیت دارین شما؟ والا خودم فعلا محصل هستم. محصل هستین، بسیار خوب. شایب جان قسمی که آگاه هستین شاید دیروز در شبکات اجتماعی خوانده باشین که یک شایعه پخش شد گویی که مردم را ترکیه میبرن و یک تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما دیروز پشت میدان هوایی رفتن. خودت که نرفته بودی؟ نه ان شاء الله خودم نرفته بودم، ولی من میتو از شایعه خبر شدم که اکثریت مردم هجوم برده به میدان هوایی کابل. بله. دیگه ما نرفته بودیم دیگه، باز نمیفهمیم که چی رقم شد. به نظر خودت مردم چرا اینقدر علاقمند ترک وطن هستن؟ وقتی شایعه را هم میشنوند هجوم میبرن به خاطر از اینکه وطن را ترک بکنن و از وطن بروند. والا پیام من به هموطنان ما اینمی است که کوشش کنن در افغانستان باشن. وطن خود ماست، خاک خود ماست، کشور دیگه به درد نمیخوره. کوشش کنن این نمیشه یک کار غریبی خود وطن کنن. هیچ جای هر طرفی که باشه هیچ جای وطن خود آدم نمیشه. پیام من به دوستان ما اینمی است که وطن خود ترک نکنن. هر رقمی گزاره میکنن در خود افغانستان در خاک ما
با تا همینجا خودشان گزارش بمانن کار بکنن زحمت بکشن. گفتم به نظر خودت یعنی چرا مردم اینقدر علاقمند هست که وطن را ترک بکنن؟ والا دیگه اکثریت زیاد بیکاری است، کوشش میکنن که از این بیکاری نجات پیدا کنن که در افغانستان در خود افغانستان ما کار باشه، کسب باشه، کار بار باشه. هیچ ضرورت نیست که مردم به کشورهای خارجی یا دیگه خودت هم علاقمند مهاجرت هستی؟ میخوای بری از وطن یا میخوای بمانی در وطن؟ نه خیر است. اینجا خاک خود ما کوشش میکنیم که اینجا بانیم. سلامت باشید. میشه پیام گفتنیت را برای کسایی که همیشه حیات را پخش میکنن و مردم را سرگردان میکنن میشه یک پیام از شما داشته باشیم برایشان؟ پیام ما به دوستان مامی است که شاید پخش نکنن، مردم از افغانستان فرار نتن، باید از مردم تشویق کنن که در خود افغانستان بمانن. این کارشان هم کار درستی نیست که مثلا شاید پخش میکنن که مالای طرف میبره و طرف میبره. مردم ناق سرگردان یا مردم سرگردان میکنن، شب سرد است، اکثریت چقدر کرام مصرف میکنه تا میدان میره، از اونجا پس دوباره طرف خانه. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین. وقتتان خوش. خب دوستا را وقتی نظرشان پرسان میکنیم همشون فقط یک نظر میتن، همین که بیکاری هست. به این خاطر بیشتر مردم علاقمند از این هستن که وطن را ترک بکنن، از این وطن برن. اینجا یک دوست دیگه ما هست، بخوایم با اینا هم صحبت بکنیم ببینیم که نظر از اینا چی است. چرا مردم اینقدر علاقمندی هستن که برن وطن را ترک بکنن؟ سلام، خوب هستید؟ سلام برادر، خوب هستی؟ بخیر جان. تشکر، سلامت باشین. میشه اول اسمتون رو بر دوستان بگوین؟ اسم محمد امین برادر. محمد امین جان، چه مصروفیت دارید؟ والا مصروفیت برادر دیگه، موتر داشتیم، موتر سودا کردیم برادر دیگه. حال دیگه بیکار هستین؟ حال فعلا بیکار هستیم برادر. دیروز یک شایعه پخش شد از طرف هموطنان ما که گویا ترکیه مردم را انتقال میتن و ترکیه میبرن. تیار آمده در میدان هوایی و تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما هجوم بردن پشت میدان هوایی. از این آگاه هستید شما؟ والا دیگه خبر نداریم برادر دیگه. خوب مسعود قندوز بودیم امروز آمدیم. قندوز بودین امروز؟ از مسعود خبر شدیم برادر. خبر شدین؟ خبر شدیم برادر. گفتنیتون برای کسایی که به این شایعات باور میکنن و میخوان وطن را ترک بکنن برن، مثلا هجوم میبرن به اونجا، گفتنیتون برای این چی است؟ والا دیگه مجبوریت مشکلات ها میاد دیگه. در پاس دیگه مسعود خداوند کریم و رحیم است، خدا مهربان است. میشه که در وطن خودمون یک سال ها را میبینه بخیر، کار و بار زندگی ما شما جور شو بخیر دیگه. خدا مهربان، مشکلات است، خدا حل میکنه بخیر دیگه. خودتون هم تا حالا به کدام شایعه رقمی باور کردین، رفته باشین با سرگردان شده باشین کدام وقت؟ والا سرگردانی خاص بیادر دیگه. نه بود یک شایعه یک نفر بردان تا که میگه دم از غم از بیادر. این مشکلات هست بیادر. نه بود یک شایعه یک نفر دروغ گفته باشه برات کنه یک از وقتی رفته باشه چیزی نباشه اونجا. والا او گپ خسته. شده او سوالت میاسا. میگه صدای دول میگه دور میگه خوش مردم میگه میگه وطن خودمون واسه گذاره. باید ما وطن خود جور کنیم، وطن خود کار خود پیش ببریم، یا زندگی خود راحت تیر کنیم. سلامت باشین. پیامتون گفتنیتون برای مردمی که نمیشه آیات را پخش میکنن، مردم سرگردان میسازن چی است؟ والا پیام است که ناخ دیگه مردم بازی نخورن، مردم خدمت وطن خود بکنیم. ما شما باید وطن خود باید ما شما جور کنیم، باید وطن خود ما شما درست بسازیم دادر. چی کنیم مردم، چی کنیم ملک مردم، چی کنیم دادر، ملک خود باید جور کنیم ما شما. تشکر، سلامت داریم. برمان زنده باشید. وقت خوب خوش براتون می‌کنم. برمان زنده باشید. خب دوستان عزیزی بود گزارش امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. بس هموطنان عزیز ما هم همین خواهش داریم که دیگه به شایعات باور نکنن، خودشان را سرگردان نکنن و آن دست دوستایی که این شایعات را پخش میکنه هم تقاضای از اونایی است که دیگه مردم در حد توانشان سرگردان هستند، جگرخون هستند، پریشان هستند. شما هم بیشتر از این با شاپرگانی اونا را سرگردان و جگرخون نسازین. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب کنین، گزینه زنگوله را فشار بدین و اگر پیشنهاد، انتقاد یا نظریه هم دارین میتونین که پای کامنت با ما شریک بسازید. تا برنامه بعد که بازم در خدمتتون قرار میگیریم. خود شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.